به نام او که به هر که بخواهد بی حساب عطا می کند. سلام دوستان، سلام. با مجموعه 7 مدیتیشن کوتاه تنفس ثروتساز در خدمت شما هستم. قبل از انجام این تکنیک ها باید به چند نکته مهم توجه کنید. این مدیتیشن باید به صورت نشسته یا درازکش انجام بشه، به طوری که ستون فقرات در یک راستا قرار بگیره. تنفس در این مدیتیشن به این صورت خواهد بود: 3 ثانیه دم. در هنگام دم تصور می کنید هوا به صورت نور رنگی وارد بدن و ریه ها میشه. 6 ثانیه حبس هوا که در این قسمت نور رنگی در همه اندامهای شما پخش میشه و در این حالت در ذهنتون تکرار می کنید که خیر و برکت و فراوانی در همه وجود شما جاری شده. و مرحله سوم بازدم هست که طی 9 ثانیه باید به صورت منقطع به بیرون فرستاده بشه. نکته مهم این که هوایی که به صورت بازدم به بیرون میفرستید باید به رنگ خاکستری باشه که همراه این بازدم تصور میکنید تمام بستگی ها، گرفتگی ها، خستگی ها و انرژی های منفی از بدن شما به بیرون فرستاده میشه. بهترین زمان انجام این مدیتیشن ها صبح ها و قبل از شروع کار روزانه هست و بهتره که در طول روز چند بار تکرار بشه. در هر روز شما میتونید با 1 یا 2 رنگ از این 7 رنگ مراقبه کنید. اجازه بدید شهودتون انتخاب کنه که در هر روز با کدوم یک از این رنگ ها مدیتیشن کنید. رنگ هایی که در این مدیتیشن ها گفته شده بر اساس رنگ چاکراهای بدن هست. دقت کنید که در هر روز ذهن شما به کدوم رنگ بیشتر تمایل داره که این نشون دهنده این هست که بدن شما و چاکرای مربوطه به این مدیتیشن و انرژی و پاکسازی نیاز داره. دقت کنید در مدیتیشن های ضبط شده زمانهای 3 ثانیه برای دم، 6 ثانیه حبس هوا و 9 ثانیه بازدم در نظر گرفته شده. پس در حین مدیتیشن تمرکز و توجه شما فقط به صدای من و نفس هاتون خواهد بود. نکته آخر و مهم این که این تنفس باید 9 بار انجام بشه. این مدیتیشن ها بر اساس محاسبات خاصی طراحی شدن و در صورت تکرار و مداومت نتایج فوق‌العاده‌ای رو دریافت می‌کنید. خیر و برکت و فراوانی در همه ابعاد بر شما جاری باد.